سلام دوستان. تصور کنید در دیل بیابان‌های خشک فصل تابستون ایران، جایی نزدیک کوه‌های سر به فلک کشیده زندگی جریان داره. این ویدیو نگاهی واقعی به زندگی عشایری هست، جایی که انسان و طبیعت یکی شدن. اگر عاشق ماجراجویی و فرهنگ سنتی هستین، با من همراه شین. زندگی عشایری پر از صحنه‌های قشنگ و دوست داشتنی است. مثل این الاغ خاکستری و سگ سیاه و سفید که کنار هم قدم میزنن. مثل اینکه اعضای یک خانواده‌ان. سگ نگهبان وفادار گله است و الاغ باربر خستگی ناپذیر. این حیوانات خانواده واقعی عشایری‌اند که بدون این حیوانات زندگی عشایری معنایی نداره و یه جورایی غیر ممکن میشه. نگاه کنین به این گله بز و گوسفند که زیر سایبان‌های دستساز از نی و چوب استراحت میکنن. موهای پشمیشون در باد بیابونی میرقصه و صدای بعبعشون موسیقی طبیعی این سرزمینه. این حیوانات شریک زندگی عشایرن، منبع شیر، گوشت و حتی گرما در شب‌های سرد. حالا نزدیکتر میشیم. بزهای سفید و سیاه که کنار حصار زنجیری دراز کشیدن و در دورتر کوه‌ها مثل نگهبانان ایستادن. این زندگی ساده است، اما پر از سختی و زیبایی. عشایر هر روز با طلوع خورشید بیدار میشن و با غروب داستانهایشون رو دور آتش تعریف میکنن. شما چه؟ تا حالا چنین جایی بودین؟ و این اسب قهوه‌ای زیبا که داره از زمین خشک علف میخوره. با یال بلند و قامهای محکم، نماد آزادی در بیابانه. عشایر از اسبها برای جابجایی و شکار استفاده میکنن. بخشی اینجا حوض فلزی خالی که میبینی جای کاه و علوفه است. در این خشکی هر قطره آب مثل گنجینه است و هر شاخه علف خشک نعمت است. این صحنه یادآوری میکنه که زندگی عشایری چقدر با طبیعت گره خورده و سخت و دشوار است. و در نهایت خانواده عشایری، زنی با چادر، کودکی بازیگوش و مردی که روی فرش نشسته و فکر میکنه. اینها قهرمانان واقعی هستند که با سختی‌های بیابان میجنگن و لبخند میزنن. اگر این ویدیو رو دوست داشتین، لایک کنین، کامنت بذارین که عشایر ایران فوق‌العاده است و حتما سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بیشتری از زندگی سنتی، طبیعت ایران و ماجراجویی‌های بیابانی ببینین. منتظر کامنتاتون هستم. خدا نگهدار.